آقای من دست بازوی راست من حرز امام جواد علیه السلام. بدون اینکه بترسید، قول میدید نترسید، سر شوخی خورده باز شده. فضاهای آخرالزمانی فضاهایی است که جنیان یه مقداری به جریان انسانها دارن نزدیک میشن. منتهای مراتب بعضی میگن جن داریم آج آقا یا نه؟ پنپه سوره داریم به نام جن. مگه سحر داریم یا نه؟ خب معلومه که سحر داریم. خدا ما رو بی‌دفاع در مقابل اینها نگذاشته. آقای من دست بازوی راست من حرز امام جواد علیه السلام. اینو توصیه کردن حرز ببندید، آیت الکرسی زیاد بخونید. یهود صهیونیست فوق تخصص اینجور کارهای طلسمات و فلان اینا رو دارن. یه ذره زره سپر و حرز و اینا لازمه بدونه که به ترسید. البته باز عرض میکنم بعضی هی میان میگن حاج آقا دعا نویس نداری برای ما؟ نمیدونم گفتن که دعا نوشتن، اینجوری کردن اونجوری کردن، نعل اصل بذار تو آب، نمیدونم فلان. از این کارا نکنید، دکون دستگاه این کارا. حرز امام جواد خود قرآن خوندن دیگه. شما قرآن میخونید بین شما و غیر مؤمنین حجابی میفته که اون حجاب خودش دیده نمیشه، نه حجاب ساتر، حجاب مستور، یعنی خود حجاب دیده نمیشه.